در ولایت بغلان در شمال افغانستان روز 12 سپتامبر زدوخوردهای بین نیروهای جبهه مقاومت ملی و جنگیان حرکت تندرو طالبان از سر گرفته شد. در این باره خبرگزاری روسی تاس با تکیه به منبعش در جبهه مقاومت خبر داد. صبح 12 سپتامبر در نویه پول ایثار وادی اندرو بین طالبان و نیروهای مقاومت زدوخوردهای شدید صورت گرفت. جنگیان طالبان تلفات سنگین دیده مجبور شدند که از اینجا عقب نشینی کنند. گفته است منصوبت تاس. او افزوده است که درگیری ها در بغلان هنوز ادامه دارد. روز 12 سپتامبر سه فرمانده منطقه اندروب، خیر محمد اندروبی، غنی اندروبی و رامیش اندروبی در یک ویدیو که در اینترنت نشر شد اعلان کرد که به آنها میسر شد که سه نویه ولایت بغلان را از طالبها پس بگیرند. خیر محمد اندروبی گفت این آغاز شکست های طالبان است. پاکستان بگذار بداند که یگان کمکش به اینها سود نخواهد کرد. طالبان این خبرها را تا حال شرح ندادند، ولی طوری به نظر می رسد مقیاس و دامنه مقاومتی که از دره پنشیر شروع گرفت خیلی فراتر از حدی بود است که طالبها در آغاز گمان میکردند. جنگیان طالبان که در اول اوگوست در بین همگی 10 روز 33 ولایت از 34 ولایت افغانستان از جمله پایتخت شهر کابل را تقریبا بدون جنگ تصرف کردند، اینک یک ماه باز نمیتوانند نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان را با رهبری احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود شورتیار شکست دهند. جنگیان طالبان قسمت‌های وادی پنشیر پایگاه اساسی نیروهای مقاومت را تصرف کردند، ولی جبهه مقاومت به درهای کوهستان پناه برده اکنون طور حوادث اخیر در بغلان نشان میدهد دامنه حمله های خود را به تدریج و خیلی فراتر از ولایت پنشیر گسترش میدهند و این هم در پس منظر به تدریج عوض شدن افکار بین المللی درباره به قدرت رسیدن طالبان صورت میگیرد. در روزهای اول بسیاری ها امیدوار بودند که طالبان با دست زورش در افغانستان صلح را برقرار میکنند، ولی ادامه جنگ ها این امیدها را برباد داد. به بالای این رفتار طالبها در سر قدرت از جمله سرکوب اعتراض های زنان، دست کشیدن از تشکیل حکومت فراگیر و تکیه به سلطه تنها یک قوم پشتو باعث تشکل افکار جمعیتی نسبت به آنها شدیداً منفی شده ایستاده است. روز 12 سپتامبر فرانسه عملاً اولین کشور غربی شد که گفت رژیم طالبان را اعتراف نخواهد کرد. وزیر خارجه فرانسه طالبها را به دروغگویی و اجرا نکردن وعده‌هایش ایبدار کرد. آنها دروغگو بودند. با تأسف گفت لی دارن در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانس 5. یادآور میشویم قبلا رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان اصرار داشته بود که اگر در حکومت نو افغانستان به تاجیک‌ها و دیگر اقلیت‌های قومی جایگاه شایسته داده نشود دوشنبه چنین حکومت را در کابل اعتراف نمی‌کند. ولی وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف برعکس گفته است که همه کشورها با طالبان همکاری کرده ایستادند و مسکو نیز چنین می‌کند. دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش نیز برای ارائه کمک‌ها به مردم افغانستان برقرار کردن تماس‌ها با طالبان را ضرور نامیده گفته است که نمایندگان سازمان ملل علیه چنین تماس‌ها را شروع کردند.